یا فتنه دچاریم در همین شهر مسکو یا مسجد داریم. ما میدونیم که روز به امام رفته سوالی درباره عقیده دادن یک فتنه کلان است. ولی برادرانی بودن که همین سوال را دادن، گفتن از قبر پرسیده می شود، یگون یوری یگون چیز پرسیده می شود. امام مسجد جواب داد که می شود. ما چیکار کنیم اکنون؟ در حیرت مونده ایم همه. از قبر یعنی اصلا یاردن پرسیدن. بله بله از قبر آخه مردگی است بیچاره. از وی چی یاردن میپرسید؟ سال 2002 بود. شیخ عریفی برای ما درسی تاریخ درس میدادن. میگم که نماز پیشین در مسجد نبوی خوندیم. درس بعدی خفتن بود، در دیگر مسجد بود، در یک کنج مدینه بود. اونو نماز پیشین در حرم خواندن در مسجد نبوی. یک میلیسه ها یک ایرانی دستگیر کردیم، یک شیعه را، وقتی عمره بود. همون نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام دهی آمده است و پیشتر خیلی حد و حدود و چی نمیموندن. به ملال نزدیکش به آمده سلام داد. اونجا سه تا دو تا سوراخی هست، اینقدر از دروازه آهنین اینقدر سوراخی است، همونجا یک پفت از درون. در حال وای میلیسه ها دستگیر کردن که بمب پرتافت، چی پرتافت. بعد خلاصه میخپن، در میکشون و میبینن که یک ورق بوده است. ورق بنویسه است که یا رسول الله من قرضدار هستم، 150,000 ریال قرض دید گفته است. یعنی فهمی مردم آمده از پیامبر صلی الله علیه و سلم 150,000 ریال سعودی پول پرسیده ایستاده است. وقتی یک شیعه و همین حادثه نقل کردم میگم که ساده میگم ها درست از ساده و تو از این چیزای بزرگتر میپرسی از قبر. حاضر مثال یک میلیاردر به 150,000 ریال پول تگوید میتونه داده، لیکن شما جنت به درآورده نمیتونه. یعنی چیزی مایده پرسیده نشه، چیزی بزرگ چه خیلی میپرسید. جنت کی داده میتونه؟ مرا رحمت کن، گناهی مرا بخش از معید برای چی میپرسه؟ این شرکی محض است، این کفری محض است. کسی که از مرده یاری میپرسه، اون مرده بیچاره به شما محتاج است که دعا کنید، یگان خیر کنید از نامش. از وی چی یاردم میپرسه بیچاره؟ الله تعالی رحم کند. خلاصه این البته معلوم است که مثلا در بعضی کشورها امام های بیسواد قصدن میمونن، امام های متهم، امام های بیسواد بی علم همین خلای میمونن تا اینکه اسلام پیش نرود. و این چنین خبرکشای میمونن که هر یک خبری که در مسجد میشه به بالا رساند تا اینکه اونا کار کردن. آدمی درسته به وظیفه نمیمونن در بعضی کشورها. این چیزا هم نه از عقل و فهم باید مسلمان کمتر هوشیار باشه، این چیزای داند باید.